حواسم هست بنویس دیگه. الان باشه خیلی خوب. 2 تا بالا، 3 تا پایین، 8 تا راست. گوز 2 تا بالا 3 تا پایین 8 تا راست. گوز. اوف دارم میمیرم از دستشویی. ناچارم نگه دارم برم خونه. کیف تو الان پرت میکنم. بدش من. نه وایسا. توش کتاب قرآنم هست. وایسا ببینم تو که امروز ورزش هنر داشتی. کثافت. منم جام دادیشو برداشتم. خب مسئله که میخوام مسئله نیاو مهمم میشه. داشتم میگفتم خلاصه. چرا حرف زدی؟ همین الان از کلاس برو بیرون. غلط کردم. گفتم همین الان برو بیرون. تو رو خدا. آره دیگه بهشون گفتم ولی خب. بله اومد اینجا حرف بزنه. برو از کلاس من بیرون. نه چقدر عالی. من میرم شما هم سعی کنیم بیاین. چی شده؟ به خدا نوشتم فقط دفترمو یادم رفته بیارم. نه که مقصودو ننوشتی. اول خطکش، بعدم میری اونجا وای میسی لنگ پا، بعدم شلنگم هست. نه ننوشتم. پس باید تنبیه بشی. بفرمانی خدمت شما فقط به جای 10 بار 20 بار بزنیم باشه؟ مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردی. برای اینکه ثابتتون نپره و اینکه به من انرژی بدین حتما این ویدیو رو لایک کن و برام یه دونه کامنت بذار. سابسکرایبتون نره و حتما زنگوله رو فعالش کن.